خدا جونم، گاهی دنیا تاریک میشه. نه فقط بیرون، نه فقط شب، توی دل، توی فکر، توی لحظه‌هایی که انگار هیچ چیز سر جاش نیست، همه چی مبهمه. صداها دور میشن و یه حسی شبیه گم شدن میاد سراغم. اما درست همون وقتا یه نور آروم از یه جای ناپیدا روشن میشه. نه بزرگ، نه پر زرق و برق، یه نور کوچیک اما کافیه تا بفهمم تنها نیستم. خدا جونم، تو اون نوری که وقتی همه چیز خاموشه تازه خودشو نشون میده. مثل شمعی توی شب، مثل صدایی تو سکوت. نه داد میزنه، نه عجله داره. فقط هست مثل حضور تو. یاد یه حکایت از مثنوی افتادم، از مردی که تو تاریکی شب راه میرفت. میترسید، دلشوره داشت، تا اینکه چراغی از دور دید. نزدیک شده دید که پیرمردی نشسته، لبخند به لب با یه فانوس کوچیک. پرسید: تو از چی نمیترسی؟ شب انقدر تاریکه. پیرمرد جواب داد: این فانوس همه راه رو روشن نمیکنه، اما همین که قدم بعدی رو ببینم برام کافیه. مولانا گفت: این چراغ کم ز نور ای رهی، می نماید راه را تا خط به خط. خدایا ممنونم که همیشه اون نور کوچیکو میفرستی. وقتی نمیدونم چی کار کنم، وقتی دلم گرفته، وقتی امیدم کم رنگ شده، تو یه چیزی میفرستی، یه پیام، یه نگاه، یه آهنگ، یه جمله دل یه کتاب، یا حتی فقط یه نفس عمیق که یادم بندازه هنوز زنده‌ام. ممنونم که تاریکی رو بی حکمت نمیذاری، که گاهی تو دل سیاهی بذر نور رو میکاری، که وقتی همه چی خاموشه من تازه صداتو میشنوم. تو خدای تاریکی ها هم هستی، نه فقط آفتاب، بلکه فانوس هم تویی. خدا جونم، من نمیترسم، چون یاد گرفتم اون نوری که توی دل روشن میشه خاموش نمیشه. حالا هر چقدر شب طول بکشه، من میدونم که صبح میاد، چون تو قول دادی. ممنونم برای این فانوس کوچولو، برای امیدی که کم رنگ نمیشه، برای حضورت حتی توی تاریکی. و از ته دلم میگم خدایا